آیا می دانستید که بیش از 25% از جمعیت جهان به بیماری کبد چرب مبتلا هستند؟ اغلب بدون اینکه حتی خودشان بدانند. این بیماری خاموش به یکی از علل اصلی نارسایی کبد، دیابت و حتی بیماری‌های قلبی تبدیل می شود. بیایید بررسی کنیم. کبد چرب چیست؟ چه چیزی باعث آن می شود؟ چگونه تشخیص داده می شود؟ آیا می توان آن را به طور طبیعی درمان کرد؟ چه غذاهایی آن را بهتر می کند؟ و مهمتر از همه، چگونه می توانید از کبد خود محافظت کنید قبل از اینکه خیلی دیر شود؟ بیماری کبد چرب یا استئوتوز کبدی وضعیتی است که در آن چربی اضافی در کبد جمع می شود. معمولاً بیش از 5 تا 10% وزن کبد. دو نوع اصلی وجود دارد. بیماری کبد چرب غیر الکلی که شایع ترین نوع است و بیماری کبد چرب الکلی. عوامل خطر اصلی عبارتند از پرخوری و چاقی، مقاومت به انسولین یا دیابت نوع 2، مصرف زیاد قند یا فروکتوز، مصرف بیش از حد الکل، کلسترول یا تریگلیسیرید بالا، کاهش وزن سریع یا سوء تغذیه و ژنتیک و نژاد با خطر بالاتر در جمعیت‌های اسپانیایی تبار. ممکن است در ابتدا چیزی احساس نکنید، اما پزشک شما ممکن است آن را از طریق آزمایش خون که آنزیم‌های کبدی بالا مانند ALT و AST را نشان می‌دهد، تصویربرداری مانند سونوگرافی، سی اسکن یا فیبرواسکن و در موارد پیشرفته یا نامشخص بیوپسی کبد تشخیص دهد. بسیاری از افراد هیچ علامتی ندارند، اما وقتی علائم ظاهر می‌شوند، ممکن است شامل خستگی، درد در قسمت بالای شکم سمت راست، نفخ، کاهش وزن غیر قابل توزیع و در موارد شدید زردی پوست باشد. خبر خوب، کبد چرب قابل برگشت است، به خصوص در مراحل اولیه. مراحل توصیه شده عبارتند از کاهش 5 تا 10% از وزن بدن، ورزش منظم به مدت 30 دقیقه در روز، اتخاذ یک رژیم غذایی مناسب برای کبد، کنترل قند خون و کلسترول، پرهیز کامل از الکل و در موارد پیشرفته داروها تحت نظر پزشک. برخی از گزینه‌های طبیعی ممکن است از سلامت کبد حمایت کنند. اینها شامل خار مریم که به عنوان سیلیمارین نیز شناخته می شود که یک آنتی اکسیدان و ضد التهاب است. زردچوبه یا کورکومین که چربی کبد و فیبروز را کاهش می دهد. عصاره چای سبز که سطح آنزیم‌های کبدی را بهبود می بخشد. ریشه قاصدک، یک کمک سم‌زدایی سنتی کبد و اسیدهای چرب امگا 3 که تجمع چربی کبد را کاهش می‌دهند هستند. همیشه قبل از شروع مکمل‌های گیاهی با پزشک مشاورت کنید. مقصران اصلی که کبد چرب را تشدید می‌کنند عبارتند از نوشیدنی‌های شیرین شده با قند مانند نوشابه و آب میوه، شربت زرد با فروکتوز بالا، کربوهیدرات‌های فراوری شده مانند نان سفید و شیرینی، غذاهای سرخ شده و فست فود، الکل، گوشت قرمز و گوشت فراوری شده و لبنیات پرچرب. بالاترین میزان کبد چرب در خاورمیانه با تا 32% و همچنین آمریکای جنوبی، ایالات متحده و اروپای غربی یافت می شود. چرا؟ این امر عمدتاً به دلیل همه‌گیری چاقی، سبک زندگی کم تحرک، رژیم‌های غذایی غربی و افزایش شهرنشینی است. کبد شما قهرمان خاموش بدن شماست که همه چیز را از غذا گرفته تا سموم پردازش می‌کند. منتظر علائم نباشید. الان اقدام کنید. بهتر غذا بخورید. بیشتر حرکت کنید. از الکل پرهیز کنید. از کبد خود حمایت کنید و آن تا آخر عمر از شما حمایت خواهد کرد. اگر این ویدیو را دوست داشتید، در کانال مهیار کریتیویتی مشترک شوید.
برای ویدیوهای بیشتر در مورد سلامت، ژنتیک و علوم در زیر نظر دهید. دوست دارید در مرحله بعدی چه چیزی یاد بگیرید؟